شنونده های عزیز، امروز در مهمونی ما هستند سراینده خوش‌صدا دلیر خیریدین. آمدید با برنامه نیستانی نوا. سلام خود را به همه هواداران، به همه شنونده های رادیو فرهنگ میرسانم. سلامت باشه که ما قدر کرده، دعوت کرده. امروز هم صحبت شما هستیم. بسیار خوشحال هستیم. مدت خاموش بودن شما در پیراهی ایجاد با سببای روزگار، زندگی، تشویش و به این زندگی نمیشد. البته یک مدت هستیم یک مدت دورتر شدیم، یک تا نیمتر چی ترانه های بجایی را برای مخلصای عزیز سرایید. شنوندگان خود را فراموش نکردید، دوباره با ادامه هنر روی آوردید، زیرا شنوندگانتان زیاد سراغ شما رو از ما میکردند. شما دستپروری مکتب خونیاگری نزد انسامبل دریا بودید، همزمان آوازخوان انسامبل دریا بودید. میکنم که به جوانی خود نگاه نکرده، مثال خدا نصیب کرد در دسته هنری انسامبل دریا پیش از دریا در اومدن سالهای 2005-2006 بود. مکتب راست درست قید کردید که در نزد کمیته تلویزیون رادیو با راهبری استاد سیدقل بلورف همخی مکتب مخصوص مکتبی برای بچگانی که با بالایاقت مکتب خونیاگر تاسیس دادن. ما در اونجا فعالیت میکردیم. مثل خانه دیوم هم خطا نمیکنیم، چون که بسیار استادای مهربان بودن، بسیارش هستن، زنده هستن، سلامت باشن، بسیارش در قید حیات نیستن. خصوصا آدم و آدمگری، آداب از نوم و رفتار. خب دلیر، امروز شما با 3 ترانه جدید مهمونی باشید. سرودای نو بسیار کرد. دلیر، سروده که شما را بین مخلصانتون معرفی کرد این ریزه‌باران نام داشت. دلیر، امروزها آوازخوانان جوان به آن عقیده هستند که شبکه‌های اجتماعی میتواند هنر آنها را معرفی کند. این چیزا جای تلویزیون و رادیو را گرفته نمیتونه هیچ وقت. چرا خود شما چون دیگر سرایندگان در شبکه‌های اجتماعی فعال نیستید؟ بسیار مایل کتاب خواندن ندارم. اشعار تمام بزرگایی که هستن پرسه نمیدونم. زیانه برای همه فرهنگی ما را خوبتر و بهتر ما نمیدونم. شما شاگردی کی هستید؟ دیال شما کی بود؟ هنرمندی بسیار نوتکرار سهراب محمود تقلید میکردم، پیروی میکردم. یک سرودش میبرومد گوش استاد نشما رو بشنم. اکثریت هنرمندایی که به همتایی که اینمی ستونی همی صنعت تاجیکن با هم از در همی جوانی کار و فعالیت کردیم. چرا با دیها نخوندید دیگر؟ ترانه‌های در وصف تاجیکستان بسیار می‌دونیم که باز با ترانه‌های رنگین خود، با آهنگ‌های جدید خود مهمونی ما میشوند. 35 سالگی استقلالیت است. باید که هر یک شهروند تاجیکستان عزیز باید سهم خود را بگذاره. مثال مقصد هست که یک کنسرت کنیم. دیگر زی رفتنت پروا ندارم، تو را بر حکم تقدیر می سپارم. وفا را کشته ای به مثل قاتل، خیانت پیش را قبول ندارم. دیگر از ایش سخن نگو، زی شهر عشق مرا مجو. دیگر از این سخن نگو، زی شهر عشق مرا مجو. دیگر از این سخن نگو، زی شهر عشق مرا مجو.